فصل هفتم. گناهان مختلف اخلاقی و رفتاری. شکل اولیه نااطاعتی که لعنت گناه را برمی‌انگیزد در خروج باب 20 آیه 3 تا 5 چنین بیان شده است: محترم شمردن و پرستش خدایان دروغین. علاوه بر این، عهد عتیق اشکال ثانویه بسیاری را نیز از نااطاعتی نسبت به خدا اعلام می دارد که لعنتی در مورد آنها اعلام شده است. موسی درباره این مقوله در تثنیه 27 آیه 15 تا 26 12 گناه اخلاقی و رفتاری را فهرستوار می آورد که همگی لعنت خدا را در پی دارد. موسی در اوایل این باب دستورالعملی مبنی برای انجام یک مراسم پس از ورود به سرزمین کنعان به اسرائیل می دهد. آنها می بایست بر دو کوه مجاور ایبال و جرزیم قربانی هایی را تقدیم کنند و تخت سنگ های بزرگی را برپا دارند که تمامی احکام خدا کلمه به کلمه بر آنها نوشته شده باشد. در حالی که احکام خدا پیش چشم همگان است، نیمی از قبیله ها ابتدا بر همه اسرائیلیانی که مطیع بودند برکتی را اعلام می دارند. سپس 6 قبیله دیگر لعنتی را بر همه کسانی که اطاعت نکرده اند اعلام می دارند. از همه مردم اسرائیل خواسته شد تا در جواب به برکت و به لعنت آمین بگویند. به این ترتیب خدا چنین مقدر فرمود که اشغال کنعان توسط اسرائیل آنها را با 2 گزینه کاملا متفاوت روبرو سازد: برکت به جهت اطاعت یا لعنت به سبب نااطاعتی. چیز دیگری در بین برای آنها وجود نداشت، گزینه دیگری نداشت. از آن موقع به بعد هر اسرائیلی که وارد کنعان می گردید یا از برکت خدا بهره می برد یا متحمل لعنت می شد. این 2 گزینه به وضوح کامل در تاریخ اسرائیل دیده شدند و اسناد بعدی به انجام رسیدنشان را تایید می کنند. با این وجود این گزینه ها منحصر به اسرائیل نمی شوند. آنها به همین گونه برای همه کسانی که وارد ارتباطی بر مبنای عهد با خدا می شوند کاربرد دارند. در عهد جدید نیز درست مثل عهد عتیق خدا همین 2 گزینه برکت به خاطر اطاعت و لعنت به جهت نااطاعتی را عرضه می دارد. شیطان پندار بیهوده‌ای را در بین مسیحیان رواج داده، مبنی بر اینکه یک امکان سوم هم بدون برکت ناشی از اطاعت یا لعنت ناشی از نااطاعتی وجود دارد. هیچ یک از 2 عهد عتیق و جدید چنین گزینه ای را مطرح نمی سازند. 12 لعنتی که بر اسرائیلیان از کوه ایبال اعلام شد مشخص بودند در زیر خلاصه ای از رفتارهای اصلی که تحت پوشش آنها قرار می گیرند آمده است: محترم شمردن و پرستش خدایان دروغی، بی احترامی به والدین، هر نوع بیدادگری و بی‌عدالتی، خصوصاً در مورد ضعیفان و درماندگان، هر نوع رابطه جنسی نامشروع و غیر طبیعی. آخرین لعنت شامل هر گونه نااطاعتی از شریعت می گردد. مثل همیشه اولین دلیل لعنت خدا هر گونه درگیر بودن با خدایان دروغین است. دومین علت بی احترامی به والدین است. در عهد جدید لزوم احترام به پدر و مادر تصریح و مورد تأکید دوباره قرار گرفته است. در افساسیان 6 آیه 1 تا 3 پولس بار دیگر بر 5مین فرمان صحه می‌گذارد: ای فرزندان، از والدین زمینی خود در خداوند اطاعت کنید، زیرا کار درست این است: پدر و مادر خود را گرامی دار، که این نخستین حکم با وعده است، تا کامیاب شوید و بر زمین عمر طولانی کنید. امروز مردمان بیشماری از جمله بسیاری از مسیحیان نمی‌دانند که بی احترامی به والدین لعنت خدا را به بار می‌آورد. نمی‌توانم بگویم
تا به حال با چند نفر که گرفتار این موضوع بودن روبرو شدم. خدا را شکر که تغییر مثبت شگفت‌آوری در زندگی و طرز برخورد کسانی که به گناه بودن این امر پی بردن و از آن توبه کردند با والدینشان به وجود آمده است. درباره این موضوع بد نیست بخشی از کتاب خودم را به نام خدا دلال ازدواج است نقل قول کنم. پولس به این موضوع اشاره می کند که 4 فرمان بعدی وعده‌ای در بر ندارند، اما در فرمان 5 مربوط به والدین خدا یک وعده مخصوص می دهد تا کامیاب شوید. در عین حال این وعده شرطی است بدین معنی که اگر می خواهید کامیاب شوید باید به دقت احترام والدینتان را نگاه دارید. برعکس اگر به والدینتان احترام نگذارید نباید انتظار کامیابی داشته باشید. به خاطر بسپارید که ممکن است به والدینتان احترام بگذارید ولی در همه موارد با آنها موافق نباشید و بر هر کاری که می‌کنند صحه نگذارید. می‌توانید شدیداً در مورد موارد با آنها مخالف باشید اما همچنان دیدگاه احترام‌آمیزی نسبت به آنها را حفظ کنید. احترام به والدین بدین گونه احترام به خدایی است که این فرمان را داده است. من متقاعد شدم که رفتار درست با والدین یکی از ملزومات مهمی در برکت خدا بر زندگی شخصی است. در طی سالها حین برخورد با مسیحیان به هنگام تعلیم، شبانی، مشاوره و سایر ارتباطات هرگز کسی را ندیدم که دیدگاه بدی نسبت به والدینش داشته و از برکت خدا بهره مند بوده باشد. این شخص حتی ممکن است در بسیاری از زمینه‌های زندگی مسیحی غیور، در کلیسایشان فعال و در خدمتشان پر انرژی باشد. ممکن است جایی برای او در بهشت کنار بگذارند، اما همواره زندگیش چیزی کم دارد. برکت و نظر لطف خدا. از سوی دیگر بسیاری از مسیحیان را دیدم که وقتی دیدگاه اشتباهی به والدینشان داشتند را اصلاح نمودند، توبه کرده و تغییرات لازم را ایجاد کردند و زندگیشان کاملا دگرگون شد. مردی را به خاطر می آورم که عمری را در تلخی و انزجار از پدرش گذرانده بود. هرچند پدرش پیش از آن درگذشته بود، اما او صدها کیلومتر را طی کرد و بر سر مزار پدرش رفت. در کنار مقبره پدرش زانو زد و دلش را با پشیمانی و توبه‌ای عمیق به حضور خدا آورد. او از روی زانوانش بلند نشد تا زمانی که مطمئن گردید گناهانش آمرزیده شده و از نتایج شرارتبار آن آزاد شده است. از آن موقع به بعد زندگی او کاملا از محرومیت‌ها و شکست‌های پیشین به سوی پیروزی و شادکامی تغییر یافت. رفتار بعدی در فهرست تصنیه 27 بیدادگری و ناعدالتی خصوصا نسبت به ضعیفان و درماندگان است. یقینا نمونه‌های زیادی از این گونه رفتار در فرهنگ معاصر ما وجود دارد، اما هیچ کدام به اندازه سقط جنین عمدی لعنت خدا را بر نمی انگیزد. چه کسی درمانده تر و بی‌دفاع‌تر از بچه‌ای است که در شکم مادر قرار دارد؟ آیا والدین خودش از او محافظت نکنند چه کسی از او محافظت خواهد کرد؟ چقدر عجیب است وقتی مشاهده می‌کنیم افرادی که در مبارزه علیه غرور نژادی و ناعدالتی فعالیت می‌کنند و به حق هم این کارا می‌کنند، در عمل سقط جنین را تشویق و ترغیب می‌نمایند. این هم عجیب است که کسانی را که هرگز حتی فکر دست بلند کردن روی یک بچه به ذهنشان هم خطور نمی کند، هیچ گونه احساس همدردی با بچه‌های بسیار کوچکی که در شکم مادرشان هستند ندارند. گویی جایگزینی واژه نوزاد با واژه جنین وجدان انسانها را کور می کند. اما تغییر اصلاح تخصصی که به کار میبریم به هیچ وجه بر ماهیت این عمل تأثیر نمیگذارد.
یک بار کسی از من پرسید دیگر چه امیدی برای جامعه‌ای که در آن مادران بچه‌های خودشان را می‌کشند باقی می‌ماند؟ دیدگاه خدا از سقط جنین تحت تاثیر یک تغییر در اصلاح تخصصی قرار نمی‌گیرد. او این کار را قتل می‌شمارد و بر همین اساس با آن مقابله می‌کند. در کشورهای مختلف جهان امروزه میلیون‌ها زندگی به سبب لعنتی که به دنبال سقط جنین می‌آید پژمرده می‌گردد. آخرین رفتاری که در تصنیه 27 برانگیخته لعنت شمرده شده تخطی و انحراف در روابط جنسی است. بدبختانه برخی از مسیحیان این معنی اشتباه را ترویج می‌دهند که روابط جنسی به نوعی ناپاک اما غیر قابل اجتناب است و باید از داشتن آن اندوهگین باشیم. اما تصویر کتاب مقدس درست برخلاف این است. جنسیت به عنوان چیزی مقدس و زیبا بخشی از نقشه اصلی آفریدگار برای انسانها بوده است. به همین دلیل خدا مرزهای مشخص و محکمی در اطراف عمل جنسی قرار داده تا آن را از سوء استفاده و انحراف حفظ کند. این مرزها توسط لعنت‌ها اعلام شده و در تصنیه باب 27 به خوبی مشخص شده‌اند. ممنوعیت‌هایی که فهرستوار در اینجا آمدند روابط جنسی با اعضای فامیل خونی یا متأهلین و یا حیوانات را در بر می‌گیرد. در کتاب مقدس هر گونه همجنسگرایی نیز ممنوع است. در لاویان 18:22 خدا اعلام می‌دارد با ذکور مثل زن جماع مکن، زیرا که این فجور است. به برگردان دیگر مکروه است. این همان واژه‌ای است که تصنیه 18:12 برای توصیف انواع کارهای آمده که در مکاتب انحرافی انجام می شود. امروز بسیاری از این مرزها که برای حفظ قداست جنسی تعیین شده عمدن به کناری نهاده شدند. گاهی از اوقات حتی به نام مسیحیت با این وجود مباحثاتی که بر پایه اخلاقیات بر اساس موقعیت یا اخلاق جدید که به هیچ وجه جدید هم نیست نمیتوانند فرمانها و قوانین خدا را که حاکم بر رفتار انسانی است دگرگون کنند یا تحت تأثیر قرار دهند. همه کسانی که درگیر انحرافات جنسی میشوند خود را در معرض لعنت خدا قرار میدهند. نکته حائز اهمیت در مورد فهرست اعمالی که در تصنیه 27 لعنت خدا را برمی‌افروزند آن است که درست در پی آنها در تصنیه 28 فهرست کامل برکات ناشی از اطاعت و لعنت‌های ناشی از نااطاعتی می‌آید. گویی خدا می‌گوید پیش از این که تصمیمی در مورد اطاعت یا تمرد بگیرید بهتر است کمی درباره عواقب آن تأمل کنید. این عواقب تصمیمتان باب 28. اگر این کتاب باعث برکت شد لایک کن، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا فصلهای بعدی این کتاب رو از دست ندی.